سلام و عرض ادب خدمت تمامی همراهان عزیز، کسانی که در کانال حکایت الهی عضو شدن و منت سر ما گذاشتن و سابسکرایب کردن. انشالله که ویدیوها رو ببینن، لایک کنن و با دوستانشون به اشتراک بگذارن، چرا که این کار باعث صدقه جاریه است. یعنی اینکه بنده حقیر که زمان میذارم، مطالب رو آماده میکنم تا قدری به امام زمان علیه السلام نزدیکتر بشیم، شما هم تو این خیر و برکت شریک میشین. اما امشب که شب 9 ذوالحجه است، شب عرفه است، از لیالی متبرکه است و شب مناجات با خداونده. توبه در این شب قبوله. دوستان عزیز، توبه کنیم انشالله از ناکرده ها و کرده هایی که الان پشیمانیم. انشالله که حتما توبه کنیم، دعا کنیم، دعا مستجابه در این شب. کسی که امشب رو به عبادت بگذرونه، هر چقدر که میتونید عبادت کنید امشب. من نمیگم کامل، یه مقداری از شب رو به عبادت بگذرونید. اجر 170 سال عبادت رو خدا براتون مینویسه. اما اولین عملی رو که امشب وارد شده، دعای اللهم یا شاهد کل نجواست که حدود 12 صفحه است. انشالله بخونید و بنده رو دعا کنید. البته بگم برای فرج امام زمان، برای فرج حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام این دعا رو بخونید و هدیه کنید محضر اون امام همام، اون پدر مهربان و از مادر دلسوزتر. انشالله خداوند متعال فرج ایشون رو نزدیک کنه. اما دومین عمل خوندن 1000 مرتبه تسبیحات عشر که تو روز عرفه وارد شده. حتما مراجعه کنید و این تسبیحات عشر رو ببینید و بخونید. سوم خواندن دعای اللهم من تعبع و تهیأ است که تو روز عرفه و روز جمعه وارد شده. دوستان عزیز، این اللهم یا شاهد کل نجوا هم در شب جمعه وارد شده. ببینید یک ارتباط مستقیم هست بین شب عرفه و شب جمعه و روز عرفه و روز جمعه. این ارتباط مستقیم دارن با هم. بعد عرضم به خدمتون که عمل آخری که امشب وارده زیارت سید الشهدا علیه السلامه و ماندن در کربلا. اونایی که موفقن الحمدلله الان در کربلا هستن، انشالله برای ما و دوستان اهل بیت دعا کنن. این 3 روز رو اگه توی کربلا بمونن تا عید قربان، از شر امسال که توش قرار داریم این سال قمری محفوظن. انشالله که خداوند کمک کنه بتونیم اون چه خیر انجام بدیم و از هر چی شر به خدای متعال پناه میبریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.